آقای حنیفه، شما به اتهام قتل، آدمربایی و سوزاندن 20 تا بچه بیگناه و 3 تا آدم بزرگ الان اینجایی. خب به من بگو چجوری تونستی با 20 تا بچه بیگناه این کارو بکنی؟ من خودم قربانی تجاوزم، تو بچگی توسط غریبه و آشنا، از اونور کتک‌های بابام، فوت مادرم، آزارهای نامادریم، اینا همش عقده شد تا بیام انتقام بگیرم. آخه تجاوز به بچه‌های معصوم، اونم بچه‌هایی که اکثرا از خانواده‌های فقیر بودن؟ من پشیمون نیستم. اگر دستگیرم نمی‌کردید بازم این کارو می‌کردم. من تو خانواده فقیر بزرگ شدم. همه این بدبختی هم سرم اومده. الانم خواب و خوراکم شده، آرزوم شده فقط منو اعدام کنم. السلام. این آقا به جرم 20 فقره قتل، تجاوز، آدمربایی و تیکه تیکه کردن و سوزوندن اجساد کودکان به 16 بار اعدام و 4 فقره دیه محکوم میشه.